درود بر دوستان و همراهان گرامی. در مورد کاهش وزن خیلی وقتا سوال میشه که خب ما چجوری وزنمون کم بشه؟ ما میخوایم 2 ماهه مثلا 20 کیلو کم کنیم، ما مسافرت داریم، ما عروسی داریم و غیره، یا اینکه برعکس میخوان 2 ماهه وزنشون 10 کیلو 15 کیلو بره بالا. در مورد کاهش وزن و لاغری نکته مهمی هستش که خب در وهله اول ما باید تابع قوانین فیزیولوژیک سوخت ساز بدن باشیم. غیر از این نمیتونیم کاری انجام بدیم. اگه میبینید کسی 20 کیلو توی 2 ماه کم کرده، قطعا از این 20 کیلو 5 کیلو از وزن استخوناش کم شده، 4 کیلو از وزن استخوناش کم شده، یا اینکه حداقل 5-6 کیلو از ماهیچه هاشو سوزونده و یه مقداری از بافتای مهم بدنش از بین رفته و به دستگاه‌های داخلیش هم آسیب رسیده. ما می‌بینیم که اینا کسایی هستن که قطر بدنشون کم نمیشه، اینا کاهش سایز ندارن. چون یکی از شاخص‌های ما برای لاغری کاهش سایز هست. حتی اگر وزنتون ثابت مونده باشه و شما کاهش سایز داشته باشید، یعنی شما لاغر شدید. کاهش وزن هم روی ترازو عددش در پی اون خواهد اومد. شما در دور افتاده ترین مناطق هم باشید، هیچ دستگاه بادی آنالایزور هم نداشته باشید که ارزیابی کنید، تن سنجی کنید، با پوشیدن یه لباس دوره چاقیتون به راحتی متوجه میشید که وزنتون اومده پایین. پس نکته‌ای که در شما در کاهش وزن باید در نظر بگیرید، یکی اصول علمیه. شما میخوایم فرد با حفظ سلامت، با حفظ توده استخوانی کاهش وزن پیدا کنه. ببینید از 30 سالگی به بعد قطر استخوان‌ها دیگه افزایش پیدا نمی‌کنه. ما از 20 سالگی تا 30 سالگی افزایش قطر استخوان داریم. هرچی شما میتونید استخواناتون رو محکم کنید برای سالهای طولانی، ولی بعد از اون دیگه این استخوانه بانک کلسیم بدن شماست. پس نباید بی رویه اینو خرجش کنید. کاهش وزن سریع توده استخوانی رو کاهش میده، سبک میکنه. به همین نسبت شما به سرعت روی ترازو عدد کم میبینید، یعنی که فکر میکنید لاغر شدید، در حالی که بیشترش پروتئین، یعنی ماهیچه هاتون و توده استخوان بدنتون از دست دادید و مقدار زیادی از آب بدن. توی کمبود بدن مثل پادگان در محاصره رفتار میکنه و کمبود کالری شدید باعث میشه که بدن شروع کنه به صرفه جویی برای پوست، ناخن، مو و غیره، که اینا تا بتونه چربی های ضروری دور قلب و دور کلیه و اطراف احشا رو حفظ بکنه. در غیر این صورت چیزی برای حفظ بدن نمیمونه. اولویت بدن میده به چربی، چون منبع مهم انرژی بدنه. تو این افرادی که کاهش وزن سریع دارن، گونه ها به شدت لاغر میشن، پوست چروک میشه، پای چشم کبود میشه و فرد حس خستگی، ضعف و ریزش موی شدید خواهد داشت. و علاوه که ناخناش همه نرم و شکننده میشن و شروع میکنه به در مفاصل پاها و کمر و گردن و دست و پا. خب ما این هدف ما نیست. هدف ما کاهش وزن با حفظ سلامت فرده. حالا چه به هدف این باشه که فقط وزنش بیاد پایین، چه به خاطر اینکه دیابت داره، چه به خاطر اینکه کبد چرب داره، یا مشکل گوارشی دیگه داره، مشکل پروستات داره، مشکل تخمدان داره، اینا اولویت‌های درمانی هستن که ما باید اونا رو در نظر بگیریم. اگر شما برای کاهش وزنتون دچار وسوسه شدید که سریع وزنتون رو بیارید پایین، من بهتون هشدار میدم این کار به ضرر سلامتی شماست، اصلا به سویتون نیست و بعد از این مدتی کاهش وزن متوقف میشه، دیگه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید و واقعا مستصل میشید. از اینجور موقع ها ما تنها راهی که میتونیم انجام بدیم دوباره بیایم شما رو 6-7 کیلو چاق بکنیم، 2 ماه به حال استراحت، 3 ماه به حالت استراحت ولتون بکنیم که سوخت ساز بدنتون از اون حالت التهاب و مقاومت خارج بشه. بعد از اون تازه بیاین دوباره وزنتون رو اصولی کم بکنید. این چه کاریه؟ خب از اول بیاید با یه روش اصولی برید جلو که این مشکلات هم پیدا نکنید. در ضمن رژیمی که ما برای کاهش وزن میدیم، رژیمی که شما بهش عادت بکنید، با اون ساختار عادت بکنید و تغذیه‌تون رو بر اون روال بگذارید، نه اینکه
خودتون رو نابود کنید و فکر کنید من 2 ماه رژیم میگیرم لاغر میشم بعد دوباره میرم سر همون برنامه قبلی. اگه برنامه قبلیتون باعث افزایش وزن شما شده باشه باز هم خواهد شد، با این تفاوت که شما سنتون رفته بالاتر، سوخت سازتون اومده پایین‌تر و این دفعه هم سریعتر وزن میگیرید هم بیشتر چاق میمونید و سختتر هم وزن کم میکنید. به این نکته توجه بفرمایید. من در پایان این پست ازتون میخوام که سوالات خودتون رو طرح بفرمایید. من در خدمتتون هستم، پاسخگوی شما خواهم بود و امیدوارم که با لایک کردن و شیر این پست به دیگران هم کمک بکنید. با امید دیدار برای سلامتیتون آرزو میکنم که همیشه پردوام باشه و ما شاهد آرامش روح و روان و جسم شما باشیم. خدا نگهدارتون.